سرخط مهمترین خبرها: فعالیت مهمانخانه حکومتی در مسکو قطع می شود. سفیر تاجیکستان خواستار ملاقات با وزیر کارهای داخلی ترکیه شد و سرگذشت یک مخلص فوتبال از تاجیکستان که در قطر در کوچه ماند. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرها در خدمت شما. امروز 2 فوریه است. فعالیت مهمانخانه دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در شهر مسکو قطع کرده شده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان سنه 5 ینوار امسال صادر شد. در قرار سبب قطع فعالیت مهمانخانه دستگاه پرزیدنت در شهر مسکو ذکر نشده است. در سند تنها به دستگاه پرزیدنت دستور شده است که جهت قطع نمودن فعالیت مجموعه مهمانخانه‌های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو چهار اندیشان. هنوز معلوم نیست که این مهمانخانه به اختیار سفارت گذشته است یا فروخته شده است. مهمانخانه حکومتی در کوچه تورسکای یامسکای مسکو جایگیر بوده. در آن مرکز فرهنگی و نمایندگی تاجیکستان فعالیت می‌کرد. در اطراف این مهمانخانه قبلا بحث‌های وجود داشت. از جمله سال 2018 فرودگاه دوشنبه برای بازپس ندادن $100,000 از بالای مهمانخانه حکومتی در شهر مسکو به دادگاه شکایت کرده بود. مسئولین فرودگاه دعوا داشتند که مسئولین مهمانخانه حکومتی در مسکو برای تعمیر مبلغ قرض گرفته ولی آن را بازپس ندادند. طرف دیگر این دعوا را به اساس دانسته بود. بعد آنکه مقامات ترکیه گفتند یکی از حمله‌وران به کلیسای در استانبول تاجیک بود، سفیر تاجیکستان خواستار ملاقات با وزیر کارهای داخلی ترکیه شد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجه به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است سفیر تاجیکستان با کارمندان وزارت کارهای خارجه ترکیه گفتگوهای تلفنی انجام داده است اما پاسخ قانع کننده نگرفته است. به این خاطر به گفته صمدی سفیر اشرف گولوف از وزیر کارهای داخلی ترکیه علی یرلیکایا رسما درخواست ملاقات کرده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه همچنین گفته است درباره شهروند تاجیکستان بودن یک از حمله‌وران سخن کردن هنوز بر وقت است. قبلا مقامات ترکیه گفته بودند یک از نفرانی که روز 28 ینوار به کلیسای در استانبول حمله کرد شهروند تاجیکستان بود. نام و نسب او معلوم نیست. هوادار اشدی تیم ملی تاجیکستان حامد روزیف را در یک مهمانخانه با فوتبالبازان تاجیک جای کردند. این مخلص منتخب تاجیکستان گفته بود آماده است در کوچه بخوابد و بازی‌های تیم تاجیکستان را هواداری کند. پس از گزارش رادیوی آزادی درباره زندگی حامد، او را به قرارگاه فوتبال تاجیکستان در قطر دعوت کردند. حامد روزیف گفت: از همه مهم این است که ببینید انا در همین هتل منتخب تاجیکستان زندگی دارد. ما در یک هتل هستیم. این از همه هتل بلندوشانه و خوب بوده است. هنگام جام جهان در اینجا منتخب ارژانتین زندگی میکرد. گفتند در این اتاق مسی زندگی میکرده است. راستی من خیلی در هیجانم. حامد از تاجیکستان است و در روسیه کار و زندگی دارد. برای هواداری از تیم تاجیکستان او با خرج زیاد 6 مرتبه به قطر و برعکس پرواز کرد. سرسپردگی حامد به تیم منتخب پسند آمد. او را بهترین فوتبالباز جام آسیا در بازی تاجیکستان و امارات خواندند. حال حامد هم از نظر مسئولان تیم منتخب دور نماند. او تصمیم گرفته است تا آخر بازی‌ها در قطر بماند. برای هواداری از تیم منتخب صبح امروز 2 فوریه یک گروه مخلصان با پرواز چارتری به قطر می‌روند. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت هم برای تماشای بازی به دوحه می‌رود. یادآور می‌شویم که بازی منتخب تاجیکستان و اردن شام امروز 2 فوریه برگزار می‌شود. بازی ساعت 16:30 به وقت تاجیکستان آغاز خواهد شد. سرمربی تیم ملی تاجیکستان پیتر شگرد در نشست مطبوعاتی پیش از بازی گفت شاگردانش برای بازی مقابل اردن آماده‌اند. این بار اول است که دسته فوتبال تاجیکستان در دور نهایی قهرمانی آسیا شرکت می‌کند. وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان باور دارد که یک سبب محدودیت نیروی برق به خانه‌های مردم پیشرفت اقتصاد است. از تیر ماه امسال برای ساکنان روستای تاجیکستان محدودیت برق جاری شده است و مردم در شبانه روز فقط 8 ساعت برق میگیرند. علیشیر ظریفی و برات یوسفی در این باره گزارش تهیه کردند. عملی نمودن ساختمان باز یک نیروگاه برق. далер ҷумъа вазири энергетика ва захираҳои об гуфт як сабаби то кунун идома кардани маҳдудияти барқ дар кишвар рушди босуръати иқтисодиёт аст. ӯ ин нуктаро дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш баён дошт ва афзуд тавлидоти барқ дар тоҷикистон дар соли гузашта нисбат ба як соли пеш 2.2% афзоиш ёфтааст. вале ҳаҷми афзоиши талабот ба барқро нагуфт. сабабҳои дигарро чунин ном бурд. яке аз сабабҳо ин ки талабот ба барқ
نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششان بلندتر است. دویم مسئله این پیوسته وابستگی دارد به تغییریابی اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و 2 ماه زمستان بارش شد قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی و این البته ریزش آب در دریای بخش که اکثرت اقتدارهای استحصال نیروی برق در همان جاگیر هستند، البته تاثیر منفی خود را در این باره رساند. пештар дар ширкати барқи тоҷик маҳдудияти интиқоли нерӯи барқро ба камии об дар обанборҳо пайванд дода баъзан корҳои профилактикӣ ё тармими таҷҳизотро баҳона меоварданд. ин дар ҳолест ки тоҷикистон як моҳ пеш барои интиқоли нерӯи барқ ба афғонистони зери итоати гурӯҳи толибон дар соли 2024 розӣ шудааст. худи содирот асосан дар моҳҳои серобӣ ки дар ҳамон вақт ҷумҳурии тоҷикистон пурра бозори дохилиашон бо барқ таъмин мебошад. صادرات برق در عموم 5% در همین ماه‌های گرمی نسبت سال 2022 در سال 23 زیاد شدگی بود. اگر ما نگاه کنیم این صادرات به جمهوری ازبکستان و خوشبختانه ما علاقه یک حجم معین به جمهوری قزاقستان هم صادرات نمودیم، لیکن همزمان به جمهوری اسلامی افغانستان با خود افغانستان البته صادرات نسبت سال 22 در سال 23 قریب 5% کم شده است. вазири энергетика ҳаҷми содироти барқро дар соли 2023 2.7 миллиард киловаттсоат номбар кард, вале ҳаҷми маблағи аз содирот ба дастомада ва нархи онро масъалаи тиҷоратӣ номид. ӯ содирот дар фасли сарморо ҳаҷми ночиз номида таъкид кард, ки он хусусияти техникӣ дорад ва ба хотири нигоҳ доштани робитаҳо дар шабакаи ягонаи Осиёи марказӣ ва Афғонистон аст. вале баъзе коршиносон ба далелҳои овардаи вазир дар мавриди таъсири рушди иқтисод ба вазъи таъмини аҳолӣ ба барқ бо шубҳа менигаранд. اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثالهای مشخص درباره ساحه‌های رشد اقتصادیات میاد که کدام ساحه اقتصاد مثلا با کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وی رد کند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصادیات که گفته مثلا پرابلم حاصل گفتن غیر امکان است. با فکر من аз тирамо боз дар гӯшаҳои кишвар маҳдудияти барқ ҷорӣ шудааст. сокинон борҳо дар ин бора шикоят кардаанд. маълум нест тоҷикистон дар соли 2024 ба кишварҳои ҳамсояш чӣ қадар барқ хоҳад фурӯхт ва бо чӣ нарх. вале хабаргузории Азия Плюс бо такя ба маълумоти кумитаи омор навишт, ки кишвар танҳо дар моҳи ноябри соли 2023 ба хориҷа ба зиёда аз $1.9 миллион нерӯи барқ содир кардааст. در 7 سال اخیر خدمات اجرای دادگاه‌های روسیه حدود 200,000 مهاجر را برای نقض قانون‌های بدوباش اخراج کردند. در این باره دمیتری اریستوف، یک مسئول خدمات اجرا، به رسانه‌های روسیه خبر داده است. به گفته این مقامدار، این گروه مهاجران از سال 2017 تا آخر سال 2023 از روسیه اخراج شدند. مقامدار روس بدون آوردن شرح زیاد تنها گفته است این نفران بر علاوه قاعده‌های بدوباش قانونگذاری مهنت را هم نقض کردند. این 200,000 مهاجر شهروندان کدام کشور بودند معلوم نیست. از تاجیکستان هم سالانه هزارها نفر برای کار به روسیه می روند و ده‌ها نفر آنها را اخراج کردند. در بعضی حالات مهاجران بگویند آنها را بدون اساس از روسیه راندند. رهبران اتحاد اروپا راضی شدند که به اوکراین 50 میلیارد یورو دیگر کمک کنند. این اقدام بعدی آن صورت گرفت که مجارستان یا ونگریا، یکی از اعضای این اتحاد، از مخالفتش دست کشید. شارل میشل، رئیس کمیسیون اروپا، روز 1 فوریه پس از رسیدن به این توافق در نشست بروسل در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت که حمایت، رهبری و مسئولیت می‌طلبد. ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، در یک اعلامیه در شبکه ایکس یا توییتر این اقدام رهبران اروپا را بسیار مهم خواند. وی گفت تصمیم رهبران 27 کشور بار دیگر وحدت قوی بین اعضای اتحاد اروپا را ثابت می‌کند. از حمله بی اساس روسیه به اوکراین تقریباً 2 سال گذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 فوریه را فرا می‌گیرد.
2 فевرال سال 2008 در وادی رشت سرور عمان گروهی زودعمل تعییناتی مخصوصی وزارت امور داخلی کشته شد. مرگ او در پی یک درگیری میان یک گروه از ریاست مرکزی مبارزه علیه جنایات متشکل، گروهی زودعمل تعییناتی مخصوص و بخش رشتی ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل رخ داد. زاخارچنکو از سال 1997 رهبری عمان تاجیکستان را بر دوش داشت و در بی‌ضررگردانی یک سلسله گروه‌ها اشتراک کرده بود. مقامات در تاجیکستان وظیفه‌دار شدند که تنها بعد گرفتن اجازه پرزیدنت با انشا و دفاع رساله‌های علمی مشغول شوند. این خبر 2 فوریه سال 2021 نشر شد و این زمانی بود که 3 سال اخیر پایگاه تحقیقاتی دیسرنت دزدی کارهای علمی از جانب ده‌ها مقامداران و دانشمندان تاجیک را آشکار و نشر کرد. در میان مقامدارانی در پلاگیات محکوم شده، منصبداران بلندپایه تاجیک از جمله معاون سروزیر دولتعلی سعید و یاوری رئیس جمهور اید به مسائل کادری اسدالله رحمان نیز یاد شدند. 2 فوریه سال 1949 آوازخوان معروف دسته هنری گلشن تاج‌الدین محی‌الدین تولد شده است. این هنرپیشه شایسته تاجیکستان همگی 47 سال عمر دید و در این مدت توانست با ترانه‌های دلنشین و محبوبش در دل هواداران جای شود. ترانه‌های ترک یاری کردی و ای صنم، یک خنده کنه گل، دلدار به من گفت و دیگرها تا امروز از محبوبترین آهنگ‌های استرادی تاجیک به شمار می‌روند. صبح امروز 1000 روبل به 120 تومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 تومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت هم می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوشخواهانه.